راهی نداری، یه مسیره. یا میشینی خورده میشی، ازت رد میشن، یه لشکر میدن رو رد میشه میره، میشه آسفالت، هیچ به درد نخور میشه. اگه این مسیر رو انتخاب کردی، درسته؟ این مسیر توه. اگه این مسیر کنکور انتخاب کردی، اینجا کجاست؟ اینجا جنگله، وحشتناکه، اینجا اضطراب، ناامیدی، توهین، کتک، بی تفاوتی، نفرت انگیز بودن، ترس از آینده تاریک، همه اینا این تو جنگل است. یا میشینی صبح تا شب میخونی تا از این مسیر رد شی و آخرش موفق شی، یا ممکن از این مسیر رد شی ولی چیزی ازت نمیمونه، محو میشی. در کل دنیای به این بزرگی، حداقل کره زمین اگه در نظر بگیری، محو میشی. میگه این مسیر رو باید بری، راهی نداری، بشین گریه کن، خودتو بزن. اصلا ببین اینا زمان داره میگذره، تو داری وقت تلف میکنی. مثل یه رقابت 2 ماراتون، همه دارن بغل رد میشن میرن. تو فکر کردی کسایی که از اول تا آخر رفتن تا آخر میخونن؟ 5 تا 10 درصدشون تا آخر میخونن. بین شما هستن. راهی نداری جز بری جلو.